یکم انشاءالله خدا خواهد کسی که از تراسه میزنه حالت ویلول. کسی که لیتر بنزین فروش آگاه باش. بنزین فروش کسی که بنزین بفروشی آورده از لیتر زدی خوردگی ترام است. از لیتراش چقدر و 800 گرم لیتر میفتی. خودش 1000 سو مونده بالاش نفروخته سادش. ای پول خورده است یک تو چوبه لیترش میخری یکه. خودش 7000 خریده سادش 8000 فروخته استش. هوا خور میشود تا که توریستی یک آمردم. از لیتر زنی ویلول. دیم گفتی میزدگی چی شو؟ از میتر میزنم با ولی متریال فروشا اپات باشه رفته گوش. اینا چقدر یستافون نکردن اینا یستافون شو وقتی خریده است دیگه خلطم کرده میگفتیان بعد فروخته سینه بعد غازش میدونه. این بدبختیه بینی برای فایده خودش خلطم بعد برای مردم درازش میکنه با کشولش میکنه هرچی با یک متر 80 گرم برای وای بر حالت متفیفین. یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد یا که از دانه میگه میزنه. دانه که شمول که میتین کن دونه بای فروختگی سای سودا دونه بای همو دونه که 10 تا تین 9 تا میتین یا 50 تا دانه یک بار 45 تا میتین 5 تا میزنه وای بر حالت. یکی دیگرش گفتیم خدا خواهد انشاءالله شیرین آب علالش کرد فروختنم مکر. کسایی که شیر فروش هستی قطیق فروش هستی روغن فروش هستی مردم فریب نکن. شیری اگر کشیدگی تا تازه گو جا دوزخه استاد مونم. شیر خدا خواه 1 لیتر خدا خواه نیم لیتر کرده اوش خوشگوار. خداوند روز قیامت این شیر فروش ها را محکمه سعودیش حاضرت بکنه. خداوند همون شیر تا می آورده زنت کتی. خب زن شیر فروش بود می خانی شیر ای او جدا کرده. تو در دنیا چی کردی؟ مردم فریب کردی. یک روایت به یادم اومد. یک انسانی خدا ترسه یک آدم چوپان بگیرد گوسفندپا وظیفه‌ش همین که بیگاهی شیر آورده خوجه‌اش شهرش میرسونه. وقتی که میاره میبینه که شیر او عرلش داره میگه ای خدا نمیترسی نه که کاره تو مردم ده خیانت داری پیش الله میگه کارت نباشه تو وظیفه جوشیده آورده رسونده نه دیگه که کارت نباشه. خودت سالها میگذرد. اولی بهار میشود میگد اولی بهار شدن بعد میگد یک باره گوسفندا چرانده مثل که خدا حق سبحانه و تعالی قسم بهار باران امر میکنه. عیناً همون جای بعضی همون گوسفندان ده یا باره باران میباره سیل می تمامی گوسفندا را میکشه. قسم بگه خدا خواهد یک سطلچه خالی بعد بیچاره فرماده میآید پیشی حرم خور میگه خیلی میگه شیر کجا شد؟ میگه میدانی گفت میگه من چی گفت آدم در وقتش نکی کاره خدا های بالانده تو چی میفتی کارت نباشه. قطره جمع شد و بود رمه همون خوردگی ها جمع شده خدا بولان جمعش کردن گرفت یه باره خدا خواهد من 500 تقیید گم شد برفت که بلا زدت. تو نگو که ای مردم میخرم و خدا نمیدونه. این خدا انت خدا خواهد انشاءالله ساعتاش میزنه که خدا خواهد آبی دیداتا میریزونه. این فکر میکنه خدا خواهدم یک $10,000 تا گم که تمام خدا خواهد اینسول شده پلاریزال شده خدا خواهد یا فراد سوخته گریه یا خود دومده افکن دخته انا مالی مردم. حضرت عمر میدانی شبها شهر دور میزدن. حضرت عمر میگه کوچه که دیگزش که مادر و دختر بحث داره. مادر که دختر جان زندگی ما علوی همین شیر است. یک میده آب بیار عرارش کنیم هرچی با زندگی با یک 2 سم 3 سم زیاد میشه زندگی خوب میشه.
دختر که میگه خدا تصمت گفت میگه مادری جان حضرت عمر قرار برآورده کسی که شیر علالش میکند جزام بکشیده میشود و میگه در این ساعت 10:11 شب عمر خوابه عمر در کجا ما دیده که ما علالش که میده ادامه میدید آنانی که از دور و نزدیک انشاءالله دستگیری دارن خدا خواهد انشاءالله کم نمیشوند. الله سبحانه و تعالی البته اجر و مکافاتش پاداشش انشاءالله جنت های من این خدا خواهد مکانی انشاءالله کیست یعنی مسجد در طهارت خونش در همجا خدا خواهد بنیاد میشد. از زانی من همیشه در دعا باشین الله همیشه ما را نگهبان باشد. همیشه آنانی که از دور و نزدیک برای ما یاردم داده سادیان الله سبحانه و تعالی در امراض در رزق در بحث کسب و کاراش انشاءالله برکاتتون نماید. شما مسافرام در دعا باشین دعا شما اجابت میشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا صحبت دیگر در پناه خدای مهربان باشین. عمر نبینه هم خدای عمر علا دیده است که منو تب مناظرمونه. عمر در تشتکی دیوال گوش داره نمانده که مادرش آب عرالش کنه. همون در از زمین که کر میگر حضرت عمر پگ آمده همون دختره بچهش کیدین کرد که این خدا جوه. بینین عزیزان من تو خیال نکی که ملا نمیبیند دیگر نمیبیند نکی زن تگو الله دیده سه زنک شیر فروش باشی ای خدا بترس. شیر تازه تازه فروش کشیدگی فروش نزن از لیتر آگاهش کن فهمانش خدا خواهد بلکه خصلت ها هست در ترکیب ما و شما. این شیطان که هست هر نمود فیرب میکنه ما و شما را. از خدا بترسن اینا انشاءالله خدا خواهد.